اوف لعنت بره. داداش حساب ما چقدر شد؟ چی داشتی؟ 2 تا گوز داشتم یک شاش خالی. 5 تومن. چقدر زیاده؟ فقط 3 تومن گرفتی. دلار کشیده بالا. پولایی که از مردم به دستشویی میگیری چیکار میکنی؟ در جهت رفاه سریع باید تا خرج بکنم. اوه بری جوام مایه بزنی اونا مال بعد داشتی نه قبل داشتی بخوام چیکار کنی؟ این مال چیه دسته؟ این مال دست گلا که شما با بدن چا گیر کرده بود. اوف گوام بخورد نباید جیر بودم. آقا دست من بفهم. چی داشتی؟ یک شماره 2. خب زیاده. نه کنجدی دیریدم. برار همین دو تاش میکنی نمام ترسیدم نه خودت پارم شدی. بیا بیرون دیگه چند دقیقه خودش کاوی اما بیا بیرون. آقا شما نرو تو جون ما. بره چیه داشت؟ تو با هیکل بری چای ما پر میشه. آقا دست من چقدر شد؟ 5 تومن. 3 از ما بیشتر نگیر دیگه. باور کن 4 خرید خود مایه. آقا چقدر شد؟ تو با هیکل ریشه فش در یک جیروز زنگ توالت ترک کنه آخه بیپ یا ولی چی نشد. جان جد تا شمارات رو پشت در دستشویی ننویسین. گیرم یکی که به تا زنگ زد. ما ریدم دور آمده که به خطی دستشویی شروع بشه. داداش این نفر قبلی ریده آب نریخته بیا بوشور. اوناش دیگه ما رفتیم نه خودت حلش کن. به در دیوار ولی ما اگه نباشیم شب میان شیرار میبرن. بروسلی همش تعادل نداشت. بیا داداش. دست در نکنه. پر روزی بشه. وایس داداش بس برو جون مادر الان خیلی عجله نه نمیخوام. میریزه الان. هر چی بگم بدی بری تو بیا بیرون پول یک چوس هم اون بده. ما اینجا حساب دفتری نداریم. آقا قطعه. برق رفته. آقا بیشور بابا قطعه. گو اینجا برق که بره پمپ داریم آبم قطع بره. آقا دست در نکنه. اینا چیه؟ به من چه برق رفته بود من از حفظ ریدم. همچی افزیات خوب نیست برار.